تردیدها و ظن و گمان هاست. یه استادی سر کلاس آمد درس میداد، خیلی به وقتش مقید بود، شاگردایی داشت که خب شاگردا عموما اینطوریه، یه روز استادشون سر کلاس نیاد فست و رب الکعبه رستگار شده، برو استاد نیومده، ای اومده که تو ضرر میکنی. ولی خب اون گمانش همینه که، ولی این استاد انقدر مقید بود که اصلا کلاسش ترک نمیشد. آخر توی کلاس چند نفر بودن، آدمای شوخ و شنگی و آدمای زبر و زرنگی بودن. اینا گفتن بیا یه کاری کنیم استاد دیگه نیاد چند روزی، خسته شدیم. و چیکار کنیم؟ مثلا بریم یکی یکی به استاد بگیم مریضی. چرا مریضی؟ چرا رنگت پریده؟ چرا صدات گرفته؟ چرا چشمات سرخه؟ چرا استاد تب داری؟ هر یکی همطور سوال کنی، یه پالس منفی بهش بدیم، بگیم ببینیم چی میشه. حالا میخوان سر استاد این بلا رو در بیارن. مولانا برای کی این مثال میاره؟ به اون افرادی